دخترایی که 15 و 16 قطعید است مادرش گوش نمیکنند و بچه‌ای که 17 18 اومده است عموما پدرش پیشنهاد نداره چون که نمیترسد از خداش نمیشناسد. از این دخترها گفتند که فرانچیت نمیگیری مسیحیتی باید از دورهای قدیم مسیحیتی پدر و مادر که تو شود خواهده ایش دوست ندارد نمیگیری بود نگه خود نمیکشه یا دیران خود نمیپرد 95 ساله بود در اندیجان کنکورسی قرآن شد. این قرآن مسابقه شد همه فرزندکاش اومده تلاوت کردن یک زن یک مرد کودک براورد تخمینا 4 ساله و 5 ساله است. همون کودک از سوره ایده سورش خدا 4 چیدن خداوند گفته که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. با شما باد صدای خدا. آماده شدن را فراموش نکنید. فقط التماس بکنید آرامی نگه دارید که شنیدن سخن خدا و رسول فرض است عزیزان من. فقط به اشاره التماس کنید خدا فرد اولا حضور در دیگر جای توی داشتیم تا یک ذره کمتر بیشتید حضور میخواهیم از شما انشاءالله خدا فرد و صحبت ادامه بدیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ثنا بر خداوند را که نور ایمان داد غافر و رحمان و رحیم است پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هر صاحب ذوالطاعت نام پاکش محمد عربی است رهنماینده بزرگ و سبیل است. و بسم الله خدایا تیز کن تیغ زبانم را بر رحمان و رحیمم نصرت قرین گردان بیانم را. هیچ نام خوشتر در جهان به بسم الله نیست زان که بخشنده عصیان بر جز الله نیست. بسم الله را از جان و دل تحقیر دار هر که بسم الله گوید در جهیمش جای نیست. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر، مادران عزیز و خواهران محترم. اولا مای اهل خاندان در این کاشانه بزرگ و فرارسی توی سنت سنی رسول صلی الله علیه و سلم تبریک و مبارکباد می‌گوییم. و توفیق این کودک ما و شما در اینجا جمع شدیم. الله سبحانه و تعالی این کودک عمری دراز، رزقی فراخ، تنی صحت، خاطری جمع و در آینده که عالمان و قاریانی با عمل شدنش را الله نصیب بدارد و این روز خرسندی و این روز شادی را الله و کل خاندان ما شما الها نصیب بدارد و این توی برای هر یک ما شما الها مبارک باشد. ما یک چند سخن درباره انشاءالله تربیت فرزند میگیم و یک چند سخن انشاءالله درباره نماز و مسئله مهمترین مبادا سوالها باشد میتونیم با واسطه خطی انشاءالله مراجعت کنیم. انشاءالله قدر امکان برای شما جواب دادن انشاءالله حرکت میکنیم. البته فرزند این میوه انشاءالله دید انسان است. با واسطه فرزند الحمدلله ما و شما مهر و عاقبت عائله را مستحکمیش عائله را انشاءالله خلافت برقرار شدنش زن و شوهر همین فرزند است. چکلی که در عرفیت میگن خانه با فرزند انشاءالله بازار است. چونکه خانه که فرزند هست الحمدلله عزیزان من در او خاندان غیبت نمی شود، در او خاندان جنگ و جدال نمی شود، چونکه زن و شوهر هم همیشه با همون فرزندی پسرک است یا که دخترک است انشاءالله خدا خواهد با همون محبت هوای جنگ و جنجال و همه چیز حلیان نمی‌آید. سبب که کودک نوازش میکنند که بابای ما و شما پدرای ما و شما را یک زمان در کودکی ما نوازش میکرد. ما و شما را با زبان شیرین سخن میکرد. بزرگان میگن چون کارت با کودک افتاد با زبان کودکی باید لب گشاد.
وقتی که انشاءالله خدا خواهد کار با کودک می‌گردد می‌دونید که کودکک خدا خواهد 1 ساله و 2 ساله و 3 ساله دوام پیش می‌آید میگد با زبان شیرین با زبان کودکی میگد که نوازش انشاءالله خدا خواهد چون که بزرگان شدن اگر تمامی بایگری دنیا تا یک طرف بود و اگر فرزند را در یک طرف بود از همان فرزند بهتر است برای چی؟ نام انسان با فرزند میماند حتی پیغمبر بزرگان شما فرزندها را بسیار کنید چون که بعد از بسیار بودن امتون من روز قیامت فخر میکنید و پیغمبر بزرگان محمد صلی الله علیه و سلم وظیفه مادرها را میگم وقتی که کودک به دنیا میآید مادران عزیز خواهرانی که صدای من میشنوید البته وقتی که شما گهواره ها را میتوانید این الله نیست الله هست التماساً کودک ها را بگید آرام بیسته یک پاس وقتی که گهواره را میتوانند این کلمه الله نیست الله هست بزرگان شما ما از سبب اسلام دور شدن در 70 سال شوروی از اسلام سبب دور شدن بجای الله را ما استفاده بردیم همون هیچ اجرا کردن پرداختن الله شده که در اصل الله لا اله الا الله محمد رسول الله است تا که طفل خردسال یگانه زبانش به نام الله شاید به نام آفریدگارش کی و یک خدا خواهد از یک قطره آب حرام الله سبحانه و تعالی ما و شما نداد و این گهواره که چشم ما و شما است باید که ما از گهواره انشاءالله دانش گیریم پیغمبر بزرگوار میگه طلب العلمی من المهد الی اللحد طلب کردن علم از گهواره تا لحد است گر خواهی در جهان شوی خوشروی از گهواره تا لحد دانش جوی این دانش جوفتن از گهواره است از برادران اسلام مادران عزیز خواهران از همون گهواره سرش کن من برای شما حکایه را میارم 95 ساله بود در اندیجان کنکورسی قرآن شد این قرآن مسابقه شد همه فرزندکاش اومده تلاوت کردن یک زن یک مرد کودک براورد تخمینا 4 ساله و 5 ساله است همون کودک از سوره فاتحه تا علم ترکت قرائت کرد همه حیران وقتی که سوال جواب کردن که ای برادر همین بچه که چیکار تو تربیه کردی گفت من برای شما سیره گفت همین مادری گفت کودک روس است من از شهر روس خانه داشته آوردگی هستم لیکن وقتی که همین مادر گفت کودک به دنیا آمد گهواره را میجنبون همین سوره فاتحه ناس فلق احد مثل فتح کافرون کوثر معون قریش فیل همین سوره را دائم تلاوت میکردن ببینید چون که کودک نقشگیر ما و شما است ما چیکار میکنیم چی معامله میکنیم امام غزالی میگن کودک مانند یک ورق سفید است سفید دلش پاک معنیش پاک کدام نقشی که در ورق سفید میکشیم ما مشاهدهش میکنیم خلاص همون کودک را از کودکیش خدا خواهد انشاءالله که نقشهایی که میکنیم انشاءالله خدا خواهد میگیریم ما کار کنیم که کودکای ما شما یگانه زبانشان به نام الله آفریدگارش شاید من امام بخاری را بینیم امام بخاری که شاه محدث است پریزیدنت محدث حدیث پریزیدنتش شاه پادشاهش امام بخاری است همین امام بخاری مادرش که سوال کردن که شما فرزندش که تربیه کنین گفتم من به طهارت بچه مشیر نمیدادم بینید به طهارت پیستان و در دهنش نمیموندم بینید این فرزند ارگینم نشود ولی ما شما زنهای ما شما خدا 6 ساعتی 12 نماز و دیگه کنند خیرده
شستن دست سنت است. وقتی که ما شما خواب میرویم و یک بیدار بشیم پیدا لباسا و چیزا را کپیدن 3 بار دست شستن سنت است. چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن دستای شما در کجا روز بکند نمیدانید، لیکن مادر میشوید اقلا دست نمیشوید. ولی دهندرد گلودرد کودکان از ما شستن دست مکروهات ما شما میشوید. ولی بسیاری گلودرد میآیند دهندرد میشد کودکان از ما شستن دست. بینید او بزرگان را بینید اول طهارت میکردن بعد چیکار میکردن بچه کشی میدادن. و این بعد انشاءالله خدا گفتگی میشد کرد متخصصی زود میشد کرد. یعنی امام بخاری یا شیخ سعدیه بینید یا دیگر انشاءالله بزرگان اسلام بینید همه چی مادر خلافت پاک بود. مادر این زمین است عزیزان من. النساء و خدا قرآن نمیگه سوره بقره النساء و حرصون، یعنی زن این کشدار شما است. باید انشاءالله خدا برای فرزند خوب گرفتن زن متخصصی باید خوب باشد، زن با طهارت باشد، زن علمدار باشد. البته فرزنداش انشاءالله در علم تعلیم میکنند. ولی دشمنای شما در شعار برادیان با بچه که خصوصات قرآن یاد نتی الله گفتن یادش نتی کلش برگو بشن. این تلفن شما در باره گهوارت کشاله یک بار کلش برگو نمیشه یا نمی یک بار دیوانه نمیشه. وقتی که کودک ما الله بگیم، کودک لا اله الا الله بگیم، کودک سوره اخلاص کنیم، سوره فاتحه کنیمش که این دشمنا شما را کور کرده چشماتونه. از کودکی یادش دهاره نشه. وقتی کلان شد گفتن نمیکنند. من بزرگان گفتن کودک مثل یک نهال است. ما شما از بازار نهال میاره همیشه است. نهال وقتی که در زمین میشمانیم تاکیدن با تاکیدن همسر رو نمیگه کاری که دیگر که نشکننش دام نخرش خارش ببندیم طوری می. وقتی که کلان شد یک گل کند یک میوه گیرد بد میبینیمش. فرزند هم همیشه است. اگر شما از کودکیش خلافت اعتبارش نداده، از کودکیش تربیتش نکرده حالا نشه. گفت شیخ سعدی هر کی در کودکی ادب برخواست در جوانی نخواهد ادب کرد. وقتی که در کودکیش که ادبش ندادی جوانی در ادب نمیکند. من حاضرت جوانای امروز دخترایی که 15 و 16 قطید است مادرش گوش نمیکند و بچه‌ای که 17-18 اومده است عموما پدرش خریدار نداره. چونکه نمیترسد از خدا، خداش نمیشناسد. از این دختران که فرانچیت نمیگیری مسیحیتی باید از دورهای قدیم مسیحیتی پدر و مادر که تو شود خواهدهیش دوست ندارد نمیگیری بود بگد خود نمیکشه یا دیران وقتی نمیپرتن یا برمده دیران نمیاد از تحت شرمندگی بعد اون بچه رای نشمنده نی نه عرق خوره نی کنال بعد تومه دوزخ نمیپرتای دخترن اصلا گوشت این سببش تربیه نبودن است. خفه نشید. ما باید در تربیه کردن. پیغمبر بزرگا بیکار نبو کسی که 3 دختر دارن همین دختران از خودش با حجاب کند، نماز خوان کند، روزگیر کند، خدا ترس کند جایگاه جنت است. ببینید عزیزان برای همین فرزندان تربیت خدا قبول کنید. یک دوست محمد گفتگی بینید پاشای افغانستان میشود. وقتی که بچهش کلان میشود افغانستان به خلافت دشمنا وقتی که هجوم میکنند بچهش خلافت سرلشکر کرده میفرسونند. یک روز میشیند که خبر میآید که چی شده است، یعنی دشمنا ظفر میافتگیند. خفه شید پیش همسر بگو که همین بچه ما گفت بسیار خوب گفت که نکره سازه گفت تو خواتین نشد بچه ما گفت نمیگردن ما غلبه میکنیم. یا وقت دیگر اومد که گفتن که اخیر نشینی کرده بچه با پیش زن شما دو که زنک دان بگم بچه اخیر نشینی کرده نگفت اخیر نشینی نمیکنه بچه ما چونکه بچه ما گفت انشاءالله خداخت این کار نمیکنه. بعد خداخت یک زمان خبر اومد که چکا کردن غلبه کردیم. بعد پیشش همسر شد که زنگان شیر در چی هستی؟ وقتی که من گفتم که مغلوم نشان بگریزد تو گفت که این نمیگریزد تا اگر نکشنش نمیگریزد. گفت شیر گفت مردک چیه؟
وقتی که گفت من از تو حامله‌دار شدم من هرگز حرام نخوردم، از حرام و شبهات پرهیز کردم. وقتی که فرزند من به دنیا آوردم به طهارت شیرش نمیدادم. من باری کامل داشتم که بچه ما از زن دشمن نمیگیرم. انا برادر اگر ما انشاءالله خدا خواهد فرزندان از همون کودکیش از همون خوردیش انشاءالله خدا خواهد انشاءالله شیر پاک شیر حتی حامله‌دار شدین شما باید نه چیزای حرام نخورد، چون که با واسطه حرام فرزند غذا میگیرد. فرزند دلیلش بعد خدا خواهد رحمی مادر روز به روز 9 ماه خدا خواهد میخورد، 9 ماه کلان میشود از وقتی که خود البته خدا خواهد رای بر میرود. پیغمبر بزرگ میگه من نبت من الحرام اولا بالنار، کسی که فرزنداش از رای حرام بخواند رای دوزخی است. عزیزان من شما کاری که میگی فرزندات حلال خونه، حلال پوشونه، حلال زندگی کنونه بچه های هست. خواهران محترم خدا خواهد فرزندات تربیه های خوب کنه، از گهواره تربیت کردن که انشاءالله خدا خواهد نگو که حالی وقت است بعد وقت نمیگذرد. وقتی که بلاغت نرسید شیطان در گشتن شیش هرگز گفت پیشوار نمیکنه، اما ملعون شیطان گفت میکنه. برای همین عزیزان من تربیه فرزند رو کنید. یکی دیگه تربیه بچه ها دختران نماز خوانیدن. عزیزان من باید که مسلمان کسی که دعوا میکنه که من مسلمانم الحمدلله بنده خدا هستم امت محمد هستم باید به نماز نباشد. نماز انشاءالله خدا خواهد یاد که خدا خواهد این خدا خواهد بخت شما. اگر بچه دختر نماز خون شود هرگز گناه خدا خواهد قدم نمیزنه، چون ترس خدا در دلش است. چون خدا وعده کرده است قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. گفت فقط نماز شما را از کارهای بیشرمی می‌دارد، از یعنی عراق‌خوری، از زناگری، از دزدی، قماربازی، فالبینی. باور میکنید اکثر نمازخوان‌ها فالبین یا نمی دختر حجاب دارد نماز نخواند پیش بخشی ندارد. بچه نمازخوان است کارش که دیواج که نیافت کارش که ندارید پیش بخشی رفته است کافی میشه. بخشی خودش در اسلام کافر است. کارک شایش بدادگی الله است. بنده شایش داده نمیتونم در دست بنده هم نیست. باید شما نماز اخلاق 5 وقت بخوانید. گفتی مولا میگه گر کنی تصدیق قول فاضل یا کنی دشنام رب العالمین، یا برا میگه همون بدبخت تصدیق کن یا که خدا را حقارت تو برابر است. پیغمبر بزرگ میگه من اتا کاهینم فتصدق بما یقول فقد کفر بما انزل علی نبی علیه السلام. حدیث خدا خواهد صحیح است. کسی که میگه پیش یک بخشی بیاید، یک مناجم بیاید، یک سحرگر بیاید، گفت باید تصدیق کند که راست گفت، توبری گفت، یافت توی منم یا یافت به من بخش میشه یا من خدا خواهد فلان میکنم و قرآن این کار کرد که برابر است. من بخشی ها را میدانم شو ندارم از زور باشد خدا خواهد یک تا کدات و یک برده که خدا کرده. من بخشی ها میدانم گدا است هیچی ندارم پول ندارم یک تا داتون از $5 میزد یک تا داتون از کپی و خدا خواهد ای سلام پریده اومده خونش بشیدن 12 شب روز سیاد بکنه هیچی نیست درو بیارمش. یک بخشی را خدا خواهد یک دانلوف تستی من نمی همینطور بخشی زوری نبی آی نقشه نبیده خیلی راست شد کله عبیل خدا بکرد نبی تومری گو همین چیه میبینی باید دست من خود نمیبینی اتا بخشی نگم برد همین کافی ند استاد باشی شده بخشی یک گفت تومری یک بگی زمینی پیاسی درو بیشتر وجودش درو بیشتر. اگر هم ببود خدا سوره مائده 90 آیت نه 4 چیز حروم کرده گه برفته خون سوره دستارخوان قرآن ده مائده سورهش نه خدا 4 چیز خداوند گفته که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون.
خداوند گفت ای آنانی که ایمان آوردی اگر باوری به خدا داشته باشی این کارا 4 سنه نکنی، نداشته باشی کردن گیری. برای کافران حلال است، برای مؤمنان که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردی من خدا میگوی قیامت نباوری داری که فقط پیش من جواب کتاب میدی یک عرق برده حرام خمر. عرق عزیزان من حرام است. کسی که عرق حلال بود اگر با اعتقاد کاملا کافر نشه، عجیب نبلوی زن طلاق میشه. خدا این چیز حرام کرده است. الخمر و ام الخبائث بود پیغمبر. عرق مادر بدیاست. عزیزان من از همه عرق سر میشود، از همون عرق نخلی زن تیدو سر داده شده، خانه در سوخته شده، ماشین در زده شده، اتت زده شده، اپت زده شده، زن خدا خواهد میشود و میشود. آدمی ساختی بوده زن تا میزنی نوشد، زن تا طلاق کرده شده. امروز 10 20 100 تا آدم پیش من رفتگی است. وقتی میگه زن نصر دادم و برادر چه کردی؟ میگم مست بود. نیکی مست تا طلاق شد طلاق کرد. او نبود. 1000 مست باشیم زن تا طلاق کنی حکم میگذر. از خدا بترس. الخمر مفتاح کل شر. پیغمبر گفت عرق کلیکی بدیاست. میدانی کلیک شد، نه کلیک شد. چی هنر کنی کردن میگیدم. دروغ نه، هم مستن بدون عرق شد. چون که اگر عرق شد هم مستن نمیدونیست، موافق شریعت کاره کرگیش اسلام میشید. اسلام ایلا زن چه اسلام نشد. وقع من سکرانی میگم کتاب فکر امام اعظم تی مست طلاق شلاق نکی کار خدا کرد. دویم خدا کرد انشاءالله خبال مایسی کیمار باختن حرام است برادران. امروز هم کیمار بازی چرا اینترنت با تلفن کیمار بازی داریم. ای خدا نمیترسی او پلی که کیمار نمیدنی خدا کرد بچه‌ها خونون، بچه‌ها خونون، بچه‌ها پوشون اتت حد بر پدر مادر بیچاره این قصار قبول کرد ناانصاف. امروز باید تویا برمده اتت حد بر نیست. یا فخرش هیچی نیست کنم من از دنیا ده آرمی رو دست کرد نکنی. امروز بچه که کسر شد رو تمتیک رو امروز دخترچه داری از که خدا خواهد شاگر گالده شد تفتیند و اگه دختر مسکان در دختر لبرش رو ناانصاف اتت من رو خیل دارید. کسی که من فکر میکنی من میگم کدام انسانی که اتت خفه نکنی ای اتت آب میشه نماز نخون مری به ایمان بره خدا تمام عملت حباته نکنه بیشتم تو تا از کجا رفتی کرد تو قرآن خود ناانصاف. من برای یک دلیل نام قرآن ده خدا نگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سوره من است، سوره است لقمان حکیم است، سورة لقمان است. لقمان 14 آیه چبرا بین ناانصاف اینترنت را قرآن را امروز همه قرآن با تفصیلات است. خدا چی میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و وصینا الانسان بوالدیه حملته وهنا علی وهن و فصاله عامان واشکروا لی وللوالدین و الی المصیر. خدا میگه و وصینا الانسان بوالدیه ما میگه چرا کردیم نصیحت کردیم انسان وصیت کردیم که برای پدر و مادرش خوبی کند. حملته وهنا علی وهن ای جوان بچه ای جوان دختری به ناموس میگه خدا تو را میگه 1 سال بیچاره میگه در شکمش برداشته گشت اشق بیل اشق مفسران میگن که مشقت بالای مشقت 2 کلاس 3 کلاسی برداشته میگه در مادری بیچاره یا نمی ناانصاف نه خدا بسته نه من نیست. اگر این کار کنی کافی میشه. اگر خدا دروغ گفته حتی هیچ نیست بید ای بین نبید زنتان طلاق میشه. این گفی خدا این گفی من نیست. حملته وهنا علی وهن مشقت بالای مشقت میگه تو را برداشت ناانصاف. و فصاله عامان 2 سال نگه جویشی در دهنت موند 2 سال نگه خلقاش حروم شیر داد ناانصاف 2 سال. مثلا امام اعظم در 2 سال است
دونم سال حق شیرخوارگی دارد، شیر داد میگم وشکر لی میگم منم شکر که عطا کردم شکر که و الی المصیر انشاءالله یک دنبت پسی 10 سال 20 سال پیش من